شماره 10. هالک یه غول سبز غول‌پیکره که وقتی عصبانی میشه هیچ چیزی جلودارش نیست. هر چقدر بیشتر عصبانی بشه قوی‌تر میشه و میتونه همه چیزو له و داغون کنه. حالا بیا ببینیم چه قدرتایی داره. هرچی اعصابش بیشتر به هم بریزه مشتاش محکمتر میشه، یعنی ته نداره. هر چقدر عصبانی‌تر قوی‌تر. گلوله، موشک، انفجار اصلاً بهش اثر نداره. بدنش مثل یه زره فولادیه که هیچی روش اثر نمیذاره. اگه یه وقت یه ضربه بخوره که خیلی کم پیش میاد، زخماش خیلی زود خوب میشن. یه جورای خودش رو تعمیر میکنه. اونقدر قدرت داره که با یه پرش از یه شهر به شهر دیگه میره. خیلی از شخصیت‌های قوی رو میشه کنترل ذهنی کرد، ولی هالک اینقدر کله شقه که هیچ کس نمیتونه روی ذهنش تأثیر بذاره. برای خراب کردن یه ساختمان یا یه سفینه فضایی نیازی به هیچ سلاحی نداره. با یه مش همه چیزو متلاشی میکنه. معروفترین فیلمش هالک توی هالک شگفت‌انگیز ساخت 2008 اولین فیلم اختصاصی خودش رو داشت، اما توی انتقامجویان ساخت 2012 بود که حسابی ترکوند. توی اون فیلم با یه مش لوکی را مثل یه تیکه پارچه به اینور و اونور پرت کرد که یکی از بامزه‌ترین صحنه‌های MCU شد. بعدش هم توی ثور رگناروک ساخت 2017 یه نبرد خفن با ثور داشت که خیلی‌ها هنوز یادشونه. هالک یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های دنیای ماروله که هرچی بیشتر عصبانی بشه قوی‌تر میشه. یه تانک زنده است که هیچی جلودارش نیست و میتونه هر چیزی رو با دستای خالی نابود کنه. شماره 9. ایگو یه سیاره زنده است، یعنی یه دنیای کامل که خودش فکر میکنه، تصمیم میگیره و هرچی دلش بخواد میسازه. یه جورایی مثل خدا میمونه، ولی مشکلش اینه که زیادی خودخواه بود و میخواست همه جا رو تحت کنترل خودش بگیره. حالا قدرتاشو ببین. ایگو خودش یه سیاره کامل بود که میتونه سطحش رو تغییر بده، کوه بسازه، دره درست کنه و حتی موجودات زنده خلق کنه. نابود نشدنی تقریبا. خود ایگو نمیمرد چون بدن واقعیش توی هسته سیارش بود. اون بدن انسانی که توی فیلم دیدیم فقط یه آواتار بود که ساخته بود تا با بقیه ارتباط برقرار کنه. میتونست از هیچ چیزای جدید بسازه، زمین رو تغییر بده و هر شکلی که میخواد به خودش بگیره. چون یه سلستیال بود یه عالم انرژی داشت و میتونست از راه دور موجودات رو نابود کنه یا حتی به استارلورد قدرت بده که مثل خودش بشه. ایگو توی هزاران سیاره دونه هایی از خودش کاشته بود که اگه نقشش رو میگرفت میتونست کل کهکشان رو به بخش از بدن خودش تبدیل کنه. معروفترین فیلمش ایگو توی نگهبانان کهکشان 2 ساخت 2017 شخصیت منفی اصلی بود. معلوم شد که پدر واقعی استارلورده و اولش خیلی مهربون به نظر می رسید، ولی بعد فهمیدیم که فقط دنبال گسترش خودش تو کل کهکشانه. در نهایت استارلورد و تیمش با نابود کردن هسته اصلیش کارشو تموم کردن. ایگو از اون موجودای خیلی قدرتمند MCU بود که تقریبا هیچی جلودارش نبود، ولی یه نقطه ضعف بزرگ داشت. اگه هسته مرکزیش نابود میشد کل وجودش از بین میرفت که دقیقاً همین بلا سرش اومد. شماره 8. کاپیتان مارول یکی از قوی‌ترین قهرمانای دنیای سینمایی ماروله که یه جورایی مثل یه باتری پر از انرژی کیهانیه. اون یه جنگجوی فضاییه که قدرتاش خیلی خفنه و عملاً میتونه خیلی از شخصیت‌های دیگر رو نابود کنه. حالا ببینیم چه توانایی‌هایی داره. مشتش اینقدر قویه که میتونه سفینه‌های فضایی رو با یه ضربه داغون کنه. سرعتش هم از بیشتر قهرمانا بیشتره و خیلی سریع حرکت میکنه. نیازی به اکسیژن نداره و راحت توی فضا پرواز میکنه. حتی وقتی توی پایان بازی به تنهایی جلوی ناوگان تانوس وایساد، معلوم شد که یه تنه میتونه یه ارتش رو حریف بشه. میتونه انرژی‌های مختلف رو جذب کنه و بعدش با مشتای پرقدرت یا شلیک‌های انرژی منفجرشون کنه. به همین خاطر حمله‌های انرژی روش تأثیری نداره. مثل یه موشک توی فضا حرکت میکنه بدون نیاز به سفینه. سرعتش اینقدر بالاست
که میتونه توی چند لحظه خودش رو از یه سیاره به سیاره دیگه برسونه. حالت باینری: وقتی انرژیش به حد اکثر برسه، یه حالتی به اسم باینری فعال میشه که بدنش از انرژی خالص پر میشه، چشماش میدرخشه و قدرتش چند برابر میشه. توی این حالت تقریباً شکست ناپذیره. معروف ترین فیلمش کاپیتان مارول اولین بار توی کاپیتان مارول ساخت 2019 معرفی شد که توی اون فهمیدیم چطور قدرتش رو به دست آورده. بعدش هم توی انتقام جویان پایان بازی ساخت 2019 برگشت و تقریباً یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های جنگ با تانوس بود. وقتی که اومد و سفینه جنگی تانوس رو با یه حرکت نابود کرد، همه فهمیدن که با یکی از قوی‌ترین قهرمانای مارول طرف هست. کاپیتان مارول یه جنگجوی فضایی خفن با قدرت‌های فرابشریه که میتونه با سفینه‌ها و ارتش‌ها به تنهایی بجنگه. وقتی حالت باینریش فعال بشه، تقریباً غیر قابل توقفه. شماره 7. اسکارلت ویچ. اسکارلت ویچ یکی از اون شخصیت‌های خارق‌العاده و عجیب دنیای سینمایی مارول MCU هست که به کمک جادوی آشوبیش میتونه واقعیت رو حسابی به هم بزنه. حالا بیایید با زبان ساده ببینیم چه قدرتایی داره. اسکارلت ویچ میتونه دنیا رو دستکاری کنه، یعنی هر چی بخواد میتونه قوانین طبیعت رو زیر پا بزنه و دنیا رو مثل یه بازی دست به دلخواهش تغییر بده. اون از جادوی آشوب استفاده میکنه که باعث میشه حملات انرژی شگفت‌انگیزی بفرسته و دشمنا رو حسابی به زبون در بیاره. وقتی وارد حالت شدید میشه، قدرتش چند برابر میشه. با نیروی ذهنش میتونه هر چیزی رو بلند کنه، پرتاب کنه یا حتی از بین ببره. انگار که همه چیز زیر کنترل دستش باشه. اسکارلت ویچ میتونه ذهن آدما رو به بازی بگیره. باعث بشه چیزایی ببینن که واقعا وجود نداره یا از حقیقت فاصله بگیرن. وقتی به حالت آشوب در میاد، مثل یه بمب از همه قدرتش منفجر میشه و تبدیل به تهدیدی بزرگ برای هر کسی میشه. معروف ترین فیلمش اسکارلت ویچ توی دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی ساخت 2022 حسابی خودشو نشون داد. توی این فیلم قدرتاشو در برابر مولتیورس به نمایش گذاشت و واقعا ثابت کرد که وقتی وارد حالت میشه، حتی قهرمانای دیگه هم باید حسابی مراقبش باشن. اسکارلت ویچ یه جادوی واقعی داره که میتونه دنیا رو طبق میل خودش تغییر بده. وقتی قدرتش اوج میگیره، تبدیل به یه نیروی نابودگر میشه که هیچ چیزی جلوش رو نمیگیره. یعنی اگه بخواد دست به کارشی، حتما حسابی مراقب باش. شماره 6. سور همون خدای رعد و برق دنیای مارول، یه جنگجوی آزگاردی که قدرتش از بیشتر قهرمانای دیگه یه سر و گردن بالاتره. اون نه تنها یه خدای افسانه‌ایه، بلکه یه قهرمان شکست ناپذیر توی دنیای سینمایی مارول MCU محسوب میشه. حالا بیا ببینیم دقیقاً چه کاری میتونه بکنه. سور آزگاردیه، یعنی یه موجود فرازمینی که از انسان‌ها خیلی قوی‌تره. میتونه یه سفینه رو بلند کنه، یه هیولا رو با یه مش بفرسته هوا و حتی توی نبرد تن به تن حریفای خیلی قوی‌تر از خودش رو شکست بده. مهمترین قدرتش اینه که میتونه صاعقه و رعد و برق رو کنترل کنه و ازش به عنوان سلاح استفاده کنه. حتی اگه چکش هم نداشته باشه، بازم میتونه از این قدرت استفاده کنه. چکش میولنیر. سور قبل از اینکه به قدرت واقعی خودش برسه، یه چکش جادویی به اسم میولنیر داشت که فقط خودش و کسانی که لایقش بودن میتونستن ازش استفاده کنن. میولنیر مثل بومرنگ برمیگه سمتش، بهش اجازه پرواز میداد و ضربه‌هاش اینقدر قوی بود که میتونست هر چیزی رو نابود کنه. تبر استورم بریکر. بعد از اینکه میولنیر نابود شد، یه تبر قوی‌تر به اسم استورم بریکر ساخت که از میولنیر هم قوی‌تر بود. این تبر میتونه دروازه‌هایی باز کنه و سور رو از یه نقطه کهکشان و به نقطه دیگه بفرسته. سور خیلی دیر پیر میشه و تقریباً جاودانه است. بدنش اینقدر مقاومه که میتونه توی فضا زنده بمونه، به سختی زخمی بشه و حتی اگه ضربه بخوره خیلی زود خودش رو ترمیم میکنه. علاوه بر قدرت‌های خداگونش، یه جنگجوی حرفه‌ایه که هزاران سال میجنگه و توی استفاده از سلاح‌های مختلف فوق‌العاده ماهره. معروف ترین فیلمش سور توی سور رگناروک ساخت 2017 واقعا قدرت‌های واقعی خودش رو نشون داد.
توی این فیلم متوجه شد که اصلا نیازی به چکش نداره و میتونه خودش رعد و برق رو کنترل کنه. نبرد با هلا خواهرش و صحنه‌هایی که بدون چکش وارد مبارزه شد یکی از خفن‌ترین لحظات MCU بود. ثور یه خدای واقعی توی دنیای مارول که با کنترل صاعقه، قدرت بدنی بی‌نهایت و سلاح‌های جادوییش یکی از قوی‌ترین قهرمانای این دنیا محسوب میشه. مخصوصاً وقتی که حسابی عصبانی بشه، دیگه هیچ چیز جلودارش نیست. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. برای حمایت از کانالمون سابسکرایب کنید.